خبر بگیرید. این بچه آخر سرش به باد میده. کی؟ جهنمی از حرفاش بپاشون. جمشید من بیوه زنم تو چرا این از برو عقب عجله کنید عجله کنید بلد جموش آب شده رفته تو زمین. تو بازار صبر کن استاد صبر کن. چی شده؟ چی شده؟ بگو چی نشده حکیم؟ تا این اولاد ذکور تو شهر رو با آتیش نکشه دست از سر ما بر چی کار کرده؟ سلام شیخ. میگه چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ کار نکرده. کوین بگید چی شده؟ بگردید پیدا شدی. باید جمشید چیکار میکنی؟ یالا دیگه شیر محمد تا این ور بود و ببین بچه کجا غیبشن. چی میگی؟ اگه اونو بگیرنم خفم میکنم. برو. اگه چی کار کردی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برو پیکارت. برو بچه اینجا من اصلا برو بچه برو. راه میافتیم. حرکت. میدونی کجا داریم میریم؟ نه ولی آقام میگه همیشه به خدا توکل کن. هر اتفاقی بیفته خیره. چقدر تکون میخوره.
چی آوردیم به من و تو نخورد؟ جونم از خودتون راضی به نظر میاد. ای دست نزن با آهای اون آبو بیار تا گرده را بشون. شما دولنگه ایده بیا این کمک. ببین شعور و خرد کی میاد؟ آخه این ابزار به کار کی میاد؟ بگی بذار زمین. ای بابا ما حمالی. بله بدش من چه چلویی از آب در بیاد افسر. این بار گفتی مبادا جلوی صفتر چنین یاوه‌ای بگی که دهانتو به هم میدوزه. البته ناب مرجونی از این برنج آرد میسازی ها. برای خودمون که نگفتم، برای جماعت گرسنه گفتم. حراج خر به زور میبره. اونی که میبره اگه بدون جون رعیتو میبره اسبشو هی میکنه و میره. لعنت خدا بر دل سیاهشون. الهی که دفتر نگفت نفرین قدغن؟ نگفت دعا کنید که اگه بذارن ما رو جاش نذارن؟ ای دست ازم به اون آش. خواهم ببینم جا افتاده یا نه. تا بخوای ببینی جا افتاده یا نه بقیه باید تا اون دیگولیس بزنن. خب بابا چقدر قر میزنی؟ پس هم میزنم ته نگیره. این حیوانه عرق دارن. مواظب باشید خوششون کنین نچانزه اون بسا. این همون بزغاله ای نیست که صفتر بخشیده بود به اون پیرزن بدبخت؟ خودشه. بی انصافا دوباره گرفتنش. سلام. علیک سلام. وایسا ببینم. چی وایسا ببینم؟ بگیرین بزغاله رو. بگیرین. بگیرید 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 مرجانی رو بگید بگیرید تا دیارم بگیرید خیلی زرنگه. بروجکه بگیریدش. 1 2 چه خبر؟ به هر جا که سگ ترکتی میکشه سر زدیم. آب شده و رفته به کاب خاک. من پسرم رو از تو میخوام. اگه این مردم دور از فهم یه بلایی سرش بیارن چه خاکی بسن میکنی؟ نفوس بند نزن دخترم پیدا میشه. سید تو رو خدای کاری بکن. چه کنه؟ مال و اسبابشو بردن خم به ابرون انداخت و پی این خیره سر. تو چی؟ چی میخواستی بگی؟
میخواستم بگم که یا الله، چه خبر؟ همه گذرها رو یک به یک رفتم، حتی در خونه ها رو هم زدم. نیافتی؟ شرمنده. به حق قسم مگر از این در نیاد تو، وگرنه او رو سیاستی میکنم که عبرت عالم آدم بشه. آخه یه الف بچه چه به درس شیخ شهر کاشان؟ نوبه این حرفا نیست مرد، چاره ای بکن. من میدونم. طفل و بازیگوش. امیر به بازی و سر به هوایی خودشو به گاری خراج انداخته. رسم طفل تو شنیدم، بلوای امروزشم به گوشم رسیده که چطور جناب شیخ و اسباب هزل و طرب مردم کرده. شیرین عقله، لغو گفته. مادرش تو خونه بیتابه و دم گرفته. استدعای یاری از شما سمیر. زبون پر افادتون رو برای خودتون نگه دارین که از چشماتون احترام نمیریزه. وامدار حضرت داروغ است. کلامتو نگه دار. گفتم از خراج اکناف که سیاهه کامل کنن برمیگردن. ولی امیر دیگه چی؟ بله وقتی اومدن بیا کودک شیرین عقلتو ببر. میخوام چه کنم بچه یه نفهم تو رو. بزرگی امیر زدن و بردن. ترارا ناغافل از هر سو شبیخون زدن. شمشیرای آختشون نفسمونو گرفت. کم تعداد بودیم و بی حواس. گاری خراج بردن. ای خاک بر سر شما، خارای بیابون از شما مفیدترن. معلوم زده به خردتون. همون گاری که خدمتتون عرض کردم. تو رو به خدا کاری کنید. دست ما رو برنگرد. دیگه تا به یاوه شما رو ندارم. بسه. غنیمت خوبی بود ولی گندمش کم بود. هم شکری نکن، همینم خوبه. خدا رو شکر. این کتابا رو میشناسم. آقام شماری از اینا رو داره. این اوصاف الاشرافه، اینم شاهنامه است. راستی دزد چه به کتاب؟ ببینم دزد کتابم میخونن. فعلا این پیاله شیر بز رو بنوش تا بعد. نگفت چی پیش اومده؟ نه خاتون، مضطرب و نگران در انتظار دیدن شما. توکل به خدا داشته باش. یه کاری درست نمیشه. صبر داشته باش. خاتون بزن بدم. این چه کاریه؟ دردت به جونم دخترم. امیدی جز محبت تو برامون نمونده. امید که به خداست. هرچه بخواین در طبق اخلاص. لطف شما مهنت باری که به دل دارم و چون عسل شیرین کرده. خاتون وامدار خاندان طبیبه. جمشید پسرت دخل و خرج هیچ کدام از ولایات همخوانی ندارد. به نظر همخوانی ندارد. با احتساب به آن 110 رأس به علاوه سرحدات منتسب به ولایات مجاور که همگی آنها بر بسه. سرم را بردی از بسلابه کردی. بیرون، همه بیرون. عذر تقصیر که در میان امر دیوانی. این چه حرفیه جان دل؟ دیدار زیبارویان بر همه چیز افضله، خاصه اون که بار بلور هم داشته باشه. خاتون به جهت استدعای اومده. بی کم و کاست اجابت میشه. لب تر کن مهر دلم. انگار به دنبال سوزنی در کاهدونی از این جست و یاب میکنی. هرچی میگم شب است و شب، سیاه است و سیاهی همچون چتری بر صحرا افتاده. انگار قصه به گوش خر میخونن. منظورتون حاکم بود؟ سوار شو که فعلا انتری بزم خاتون شدیم. بعدم حتما گفتی اگر خدا بخواهد میتواند 2 را به علاوه 2 بکند 5. بله. بعدم پرسیدی چرا ما زی اختیار نیستیم. اینا رو از کجا میدونی؟ سرگونی رو محکم ببند. به چشم. منم روزی مثل تو بچه بودم و سوالات زیادی داشتم. سوال که بسیاره، جواب کیمیاست. احسن. و اما جواب امر و قضای الهی بر همه اعمال ما مستولی و حاکمه. آقا برای اون پیرزنه که 2 هفته پیش دامادش کشته شد آذوقه ببریم؟ حتما فراموش نشه. و خود حضرت حق
ما رو اراده فرموده بر توانایی افعال. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، یعنی اگر قضا و قدر مربوط به افعال خدا باشه قطعی و حتمیه، و اگر مربوط به اعمال و افعال مردم باشه یعنی من و تو، به معنی حکم و امر و ارشاده و انجامش منوط به اراده آدمی زاده. اینایی که میگی یکم برام ثقیله. بله ثقیله، اما نه برای بچه مثل تو که از خط اول کتاب اوصاف الاشراف رو از شاهنامه تشخیص میده. شما که اینقدر از علم خدا آگاهی، رواز طراری و راهزنی گناه نیست؟ من خودم هم این کارو نمیپسندم، اما تو ظلم و جوری رو که به مردم میره رو نمیبینی؟ مردم برای نون سفرهشون لنگن و حاکمات تیغ به گلوی مردم تیز میکنن. مرد خدا رو کنج عافیت صلاح نیست وقتی که خلق در اسرت و رنج به سر میبرن. اسم این کاری که شما میکنید اگه دزدی و راهزنی نیست پس چیه؟ تو از اهل فتوت چیزی شنیدی؟ نه. صفتر آذوقه فقرا رو همونطور که گفتی تخص کردیم و همه آماده ایم. چه کنیم؟ آقا من با چی بیام؟ شما قرار نیست بیای، در بونه بمونی بیشتر به خوش میگذره. آخه گفتم که نمیشه، بیابون هم نیست، خطر داره. همینجا بمون، به مدد حق سعی و سالم به دست پدرت برسون. مگه شما آقا میشناسی؟ اگه نگفتی پسر مسئول طبیبی. خب چرا؟ کیه که طبیب حاذق و خوش انصاف شهر کاشونو نشناسه؟ تاب بیار جلدی برمیگردن. افضل مراقب این بچه باش، سربزرگی نکنه و کار دستت بده. خیالت راحت، به امید خدا. یا بله. خداحافظ. بنداز ببینم بیباته راست این نیستی هست بیاری. زواردی باش، زواردی باش. خب این مال تو بیا. این مال تو اینو داشته باش. چقدر خوندی؟ این مال تو چقدر خوندی نفله؟ بیدی شما بنداز بیباته این نفر دیگه باز آوردی. خوب گوش کن، یه کلمه دروغ و کذب مساویه با قرمز شدن بساط خمارت با خون سرخ شارگت. چی شده حضرت والا؟ من کمترین بی اذن شما چه کردم که مستحق تیزی هستم؟ شعر نباف. گاری خراجی که با آدم زدی کجاست؟ گاری خراج؟ گفتم کجاست؟ حضرت والا من کی بی خبر و بی اجازه شما شبی خون زدم که این بار دوم باشه؟ مگر عقلم پارسن برداشته؟ خفه بوزینه. لابد دست صفتر و یاراش بکاره که اگه اینطور باشه شما باز آوردین حضرت والا که تا این موقع به جماعت دم دستی و دست به دهن واداده. دیگه دنبال اون مال نباش. کی پی ماله؟ من امشب اونا رو میخوام. تو هم باید تو پیدا کردنشون کمکم کنی. این صحرا مثل دریاست، چرونه ای نداره بی پدر. این تیغم تا به نگهداری نداره بی پدر. زلش نیست دفتر رو بفروشم، هرچی باشه این کبیر مرامی داره. مطمئنی؟ نه مطمئن نیستم. با این گریه و زاری جمشید پیدا میشه. نزن مادر خودتو نزن. شنیدی که خاتون چی گفت؟ حاکم عهد کرده که عهد کرده قسم که صبح نشده جمشید اینجاست. از کجا معلوم؟ گیرم که معلوم نباشه، بازاری و لابه معلوم میشه. بیم دارم حرامیا زجرش بدن و آسش کنن و صداش به جایی نرسه. ای خدا چرا
حالا کسی نیست که به فریاد من برسه. بچه جون کلافم کردی. چرا منو مسیر این کنده؟ روان من تا کنون اینجوری بی یغما نرفته بود. من از کجا بدونم که اهل فتوت رو خدا و رسول چی گفتن؟ پس من اینا رو از کی بپرسم؟ من که میدونم. چه فسق و معصیتی کردم که به دام تو افتادم. من باید شوربا بسازم، اگر نه این خیلی گرسنه باید سر بیشام زمین بگذارم. اون دیگچی که خیلی برای شوربا کوچیکه. بله کوچیکه، میخوام شوربا قلیل بسازم. پس بگو اون چیه دور گردنته؟ سور. به چه کار میاد؟ سور میزنم تا همه برای خوردن غذا خبر بشن. یه بار بزن دیگه. ای خدا. باشه. چه جالب، تا بوق زدی اومدن، ولی هنوز شوربات آماده نیست. آقا جون جمشید کی برمیگرده خونه؟ بیا پیش من. دستای کوچیکتو به آسمون بلند کن. از خدا بخواه. خدا خاطر بچه ها رو خیلی میخواد. اون وقت سلامت برمیگرده آقا جون؟ خدای جمشید نگهدارمونه. این نورا رو تو آسمون میبینی؟ اینا دوستای جمشیدن. وقتی بهشون خیره بشی صورت جمشید جلوه میکن. نه دستای کوچیکتو به آسمون بلند کن. از خدا بخواه. خدا خاطر بچه ها رو خیلی میخواد. اون وقت سلامت برمیگرده آقا جون؟ خدایا. اونقدر میدونم که ستاره ها کنار هم نقش و نگار زیبایی هستن. حتی صورت فلکی رو هم میدونم. آفرین. آفرین. اگر به دنبال راهی در آسمون هستی باید همینجا روی همین زمین خاکی به دنبالش باشی. بی جهت نیست که خداوند تبارک و تعالی به ماه و ستاره و خورشید و آسمون قسم یاد کرده. خداوند این همه عظمت را آفریده که ما در بحرش غور کنیم. اینها همه رد و نشون و آیتیه برای اهل خرد، برای اونایی که فکر میکنن. از ناصیت پیداست که به دنبال علم افلاک و آسمونی، اما یقین داشته باش علمی که برای خدا و در راه خدا نباشه جهالت هست و حجاب. خوب گوش کن ببین بو علی چی میگه. فلک جسمی است چون گوی گردنده، اندر جای خیش و اندر میان او چیزهایی که حرکت آنها به سرشت خیش به خلاف حرکت فلک است و ما اندر میان اوییم. از این حرکت اوست که شب و روز و برودت و حرارت بر ما پدید میآید. سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و حوت و دلو همه بر مدار فلک است. فهمیدی؟ اینها رو همه نظمیه که اگه عارف باشی میفهمید.
که ذات باری تعالی چه عظمایی است. اون وقت اگه سجده نکنی شرط مروت نیست. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. دزدی تو روز روشن و عبادت تو تاریکی شب. چه اعتقاد خوشگلی. قبول باشه. گفتی زدی و بردی و خوردی و تموم. ها؟ زیرکتر از خودت ندیدی نه؟ مطمئنم بعدم میخوای بگی که ما در محاصره هستیم و بهتر سلاحمون رو زمین بذاریم و کت بسته تسلیم توشیم.